ما یک چند سال به خاطر به به خاطر به اقتصادی دیگه نتونستیم که همین درس خود ادامه بدیم. یک چند سال از درس باز ماندیم. در افغانستان دخترها زیاد زندگیش راحت نیست دیگه. بسیار منطقه از موکی است دیگه، فقر و فقیر است از نظر اقتصاد دیگه، به سوادی زیاد است. ولی ما یک هدف داریم که باید مزی تحصیل خود ادامه بدیم که در آینده بتونیم می اولادای خودم میاره درس خواندن شامل کنیم در مکتب که میای راحت‌تر زندگی کنه. دیگه در موضوع مردم و جامعه خود بخصوص به طبقه زنان که یک همکاری و یک خدمتگار برای از اون آشنم. زن ما به چند سال که در کنکور رفتن نتونست برای از من رنج بده، خب از فقری از ما بوده و از دوررسی بوده، کنکور شرکت نتونسته و ما خیلی برای خودم رنج بده، برای از بنده خودم رنج بده. خب باید تحصیل کنه. اینا زن هیچ فرق نداره زن و مرد. خب ما نباید زن اینطور محروم نگاه کنیم و حق خودمون گفتن نداره. ما غلط می‌دونم، نباید اینطور.